از منای عزیزم هم تشکر میکنم که داره حمل میکنه نوه عزیزمونو. خانوم خوبی گیرت افتاده مونا جون عزیزم. بچه‌مونم که انشالله میادش چشمون رو روشن میکنه. ایشالله که همتون سالم باشین، دلتون خوش باشه. قربونت برم. همیشه تو زندگی با خوشی و خوبی و شادی همراه باشی. قربونت برم. همیشه میگن بچه پاره تنه. من میخوام بگم برادر یه تیکه از خود قلبه که اگه دردش بیاد قلب خواهر درد میگیره، خوشحال باشه قلب خواهر خوشحال میشه. سپن تو یه تیکه از قلب منو همیشه گرفتی که 1 ساله با حضور منای عزیزم جاتون تو قلبم بزرگتر و بزرگتر شده. خودتون میدونی که جفتتون قلب منین و حرکت شما و زندگی شماست که قلب من میتپه. حالا برمیگردم به اول حرفم که داره پاره تنت به دنیا میاد و میاد توی قلب من یه جای بزرگی و کنار شما دوتا میگیره که امیدوارم جای شما دوتا رو نگیره.